که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه چند تا ستاب جذاب بریم که داشته باشیم. اوکی، اول کار یه دونه بررسی کنیم. اول از همه که این فومایی که زده پنل پشت مانیتورش اینا خیلی جذابن، اینا رو منم خیلی دوست دارم. اتاقش یه حالتیه که گیمینگ با ترکیب گل و گیاه که واقعا خوشگل میشه. و اینجا فانکو پاپ و اون چیه PS5 پورتابله، خیلی هم گرونه. اوکی، خب فانکو پاپاش و سیستمش یه حالت ترکیب سفید و مشکیه که سفید بود بیشتر دوست داشتم، حالا اینطوری هم خوبه. اوکی، یه حالت آرامش بخش دخترونه طور داره. ببین نینتندو سویچش حاجی کاستوم زلدا، what the fuck، زلدا بود فکر کنم. what the fuck، مانیتور چقدر گنده است. بریم ادامه شو داشته باشیم. اوکی، بسیار زیبا. کیبوردت یکم رنگش نمیخوره با ستاپتا. ببین موس و استریم دک و اینا سفیدن، این یهو میاد سبز اونم چی پسته ای. اوکی، ببین چرا دروغ. چیزی که جلب توجه کرد توی فضای مجازی بیشترین ویدیوهای ستاپ گیمینگ مربوط به این مرده بود که رنگا و بعضی جزئیاتش رو تغییر میداد و زرت فقط ویدیو درست میکرد. خیلی هم خوبه. بریم ادامه شو. تمام شد. What the fuck. خب اینم شبیه قبلیه. ببین همونه، فقط جاشو عوض کرده. ببین همون زلدا نینتندو. این هم که اون چی میگم بهش، قفسش، شلفش. ببین اینم همون قبلیه، فقط رنگ و روش عوض شده. بسیار هم زیبا. اوکی، PS5 داره، کیس داره، PC. اتفاقا به زودی یه دونه روم تور میذاریم. اتاقو از روی این آقای محترم جناب کپی میکنیم و سعی میکنم تقریبا شبیه اون باشه. اوکی، بسیار هم زیبا، قرمز و سفید. اوکی، همون قبلی. هیچی ندارم بگم. اوکی، این یه حالت گیمینگ تور نداره تقریبا، ولی چطوری بهش میگن، مهندسیه. اوکی، خب اوکی، باله. RGB versus no RGB. اوکی بابا، اوکی مافیا. فقط what the fuck، حاجی کارت گرافیک اینجا گذاشته. ببین میشه گذاشت فکر کنم دیگه.
تو که گذاشتی دیگه 100% میشه گذاشت. ولی مشکلی که هست اینجا قرار بود فنا 3 تا باشه. کارت گرافیکو که عمودی گذاشتی یه دونه از فنات از اینجا رفته، یه دونه یا 2 تا هم فن از اینجا رفته. اوکی حالا این هم همونه. دیگه چیز جالبی نداشت بگم. اینم طراح شبیه ستاپ قبلیه، اون 2 تا ستاپ قبلی که نشون داده بودم. مثلا ببین نینتندوش مثلا طراحی اتاق و اینا خیلی شبیه اون یکیه، ولی اون نیست. اون نیست نینتندوش و اینا کاستومش دیگه. آیفونه ساعت میذاره اونجا نشون میده. 2 تا نینتندو داری البته. یه چیزی رو بگم. What the fuck. سویچ 1 اولد، سویچ 2. چقدر پول داری تو. بسیار هم زیبا. ببین اینو ببین، اتاق فیوریت من اینه. ستاپ تقریبا میشه گفت. دقیقا موسپدش و اینا رو همونا پیدا کردم. باله قراره بگیرم. بسیار زیبا. اینو نمیپسندیدم زیاد. اوکی خیلی خوب. آجی کیبوردو ببین پاستیله. What the fuck. اوکی بسیار زیبا. این کیس بود؟ What the fuck. ببینم یه لحظه بایستا. داداش این یکم خیلی عجیبه. اصلا نمیدونم اصلا کدوم قطع کدوم طرفه. What the fuck. یه چیز جالبی بگم. توی بیشتر اتاقا این ساعت رو میبینید. اینم مشترکه که حدوداً 13 میلیونه توی ایران. اینم همون قبلیه. این خوبه ولی زیاد باب منی هم نیست. آبی قرمز یه جوریه به نظرم. ببین ستابم میخوام اینجوری مثلا رنگاش ترکیب بشه. خیلی خوبه. اوکی یه نکته بگم. این همون اتاق قبلیه، همونی که میخواستم از روش کپی برداری کنم. از کجا میشه فهمید؟ اول اینکه این مانیتور گنده، بعدش مثبتش همیشه همینه و میکروفونش. و یه دونه هم نکته داره بهتون بگم. این قسمت اینو میبینید، این همینه. نه اینجوری دوست ندارم، خوب نیست. یه جوریه ماستوره پلاستیکی. این خیلی خوبه. ببین خیلی معمولیه و چه گفت که ستاپش خیلی خلوته. ببین خیلی خالیه روی میز، مثلا شلفی چیزی نزده اصلا. اوکی
داداش what the fuck 3 تا هم فن آوردی روش گذاشتی. ببین کل فنای کیس رو گذاشته، 3 تا اینور 3 تا پایین 3 تا بالا 2 تا هم پشت، یه دونه هم 3 ردیف آورده روش گذاشته که نمیدونم واقعا تاثیر میذاره. نمیدونم. اوکی مشک سفید خیلی هم زیبا. حاجی اینم خیلی خوبه. خوبه نه دوست داشتم. اینم طراحیش باحاله. یه کاری کرده ببین کل کیس برعکسه و چرا؟ چون که میخواسته کیسش سمت چپ باشه و روش هم به سمت خودش باشه. البته بعضی از کیس ها رو میشه اونطوری کرد، مثلا پایه هاش پایینش رو باز کنی. اوکی اوکی مهندسی بزرگسالانه. ای کش مانستر رو برداشته دیوس. حاجی خیلی لاشی بازی اینا اصلا. حسودیم شد بهش پلش. خجالت بکش. دهنتم. مانسترش هم تمام کرد دیگه. خیلی خوبه. اوکی این هم ترکیب رنگیش رو دوست دارم. کیبوردش رو ببین خیلی باحاله، خوشم اومد. اوکی یه حالت دخترونه طور داره. والپیپرش ماینکرافته. این هم قبلی همون. اوکی اینو در بیاریم دیگه. صدای خودم میشنیدم با تأخیر میاد، درست حسابی هم نمیتونستم حرف بزنم. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما چنل ما رو دنبال کنید. ویدیوهای بعدیمون هم به زودی آپلود میشه. چند تا ویدیو آماده کردم که امیدوارم نتا سرعتشون بره بالا و اونا رو هم آپلود کنیم. تا ویدیوهای بعدی بدرود.